خاک آجی سفر مدد شما چه ازایسته؟ خاک عبدالخالق. عبدالخالق خان. از این قشلاق هستین؟ اگر اشتباه نکنم از قشلاق هستین؟ از قشلاق چی میگه جورا؟ از قشلاق فرقه میگه. چی میگه؟ قشلاق فرقه. فرقه. از قشلاق فرقه. فرقه میشه برنامه میاد. تقاوتی بود. قشلاق فرقه. خب تقاودی ها. تقاودی رو موقع بود. خلاص شد. چه قفامل زندگی میکنه همه جایسته؟ یا 400 خانه باشه. 400 تا باشه. 400 خانه زیاد بره کم نیست. 400 خانه بیرون. کلی هم یا هزار است؟ خواهیترش یعنی قبیله هر قومت. هزار است، روزبک است، تاجیک است، افغان است، هر قومت. همین مردمای هزاره همین قشلاق از کجا آمدن اولین بار؟ از کلاب آمده. از کلاب آمده. از کلاب. کی آمد اولین بار؟ اول پدرای ما آمده و دیگه مردم آمده، پدرای اینا آمده و بابای اینا آمده. یک ده فامیل آمده بوده؟ از ده 20 فامیل آمده، یک زیاد شده. خب ای ماشاءالله، حالی 400 فامیل زندگی میکنه. 400 هم زیاد داره کم نیست. 400 دیگه. مربوط انقلاب میشه نه اینجا؟ مربوط انقلاب. او طرفش ناخلاص اگر اشتباه نکنم. ناخلاص پایین‌تر است، پایین‌تر. آفرین. او هم از این مردم هستن؟ نه او دیگه مردم تخار است. او خلوت تخار از خلوت است اونا از خلوت آمدن. یا زمین ناقل زمین گرفته دیگه. پنجری و دجری بشه حکومت ظاهری در زمین داده. در حکومت ظاهری آمده بود خیر. در حکومت ظاهری آمده. شما پیش از ظاهری اومدید؟ پیش از ظاهری. وقتای کلاب. بابای ما آمده. حمله کلاب میگن یک. های کلاب همو آوارزن کلاب آمده. آفرین. مردم چیکار میکنن؟ مردم این خریف دیخان یک 4 جیر 5 جیر زمین هم نداره این مردم پا کرده. یعنی 4 جیر اجاره میگیره و یعنی در بدر از دیگه مرد. اگر زمین 400 خونه 20 سیادی زمیندار. این خودش کمتون دار نداره، در خودش که خود کفایت باشه دیگه 390 ازی همون تو فلک هست. 20 نفر زمین داره دیگه همین 20 نفر هم نداره. 380 عزیز آدمو کار میکنه دیگه. این شالی کاری میکنه، یاره میگیره میخوره، این مردی کاری میکنه، خرید میکنه بهش. والا کلی مردم. 390 از فلک است. چی برات بگم؟ همون پیدا کنه که شالی کنه قرضدارش شالی برده مردم همون سوده ایست نداره. چی برات بگم؟ جوانایش چی کار میکنن؟ کجا هستن؟ ایران است بسیار. ایران رفته، ترکیه رفته. این نمیشه سرنوشت اونم دهقانی کرد. 500 خونه نمون صاحب. ایران کمد. ایران با همین امروز رفته است مردم مسلمان. ایران هم مگی رفتن دیگه. ایران 400 نفر ایران. اینجا مکتب درسته؟ مکتب داره، مکتب سر قشلاق است. خب خیلی از این قشلاق. بچه‌هاشون میخونن؟ میخونن. کلینیک نداره دیگه. کلینیک نداره. نه کلینیک نداره. کفتر دیگه نداره. یک قشلاق نداره. این اگه مریضی خدای نخواسته پیدا شه جو کفترلی میری. کفترلی میرم در دکتر. یا یعنی میره خدا میره کفترلی. یا نداره. همون کلینیک همون قدر دمو مردم همین کاری از همکاری نمیکنه. چرا؟ اگه همون جبره ایسه دیگه زود همین عاجل میگیره یا دوا نیست یا دکتر نیست که یا شهر ده. یکی از وایسگو اینجا هستن. وایسگ شما هم یک گپ بزنیم که شما صحتتون خوب است؟ بخیر هستین؟ شما چی کار میکنین در بازار؟ ما در بازار کار نمیکنیم. شما چکر میزنین؟ من دیگه آوردیم در خانه اینجا میریم چکر دیگه. اینی جاییست که مردم جمع میشون، حالی خود زمستان از مردم کاروبار نمیکنن، زیاد بیکاری است. همین بازار چه وقت میشه همین رقم دکان آباد شدگی؟ دکان ها سابق هم اینجا هستیم. هست 50 سال میشه؟ 50 سال نه، 50 سال نمیشه، اگر 20 سال اگر کم اینجا. 20 سال در حکومت کرزی اومده خیر. بعد از اون که جنگا خلاص شد آباد شد. خودتون چیکار میکنین گفتین؟ ما یعنی دهقانی هستی که نمی مردکاری و نمی دهقانکاری. زمین نداری؟ نه زمین هم مردم قشلاق کشه پسند کردن گفت نه زمین نیست. اینجا 45 سر 50 سر اجاره میگیره، امرا میکنه. کم اجارهش میگیره، باقی من اگر اون لقمه من میخوره نمونده چیز کراگ سرشانه میکنه می دیگه خلاص. اما برنجی منطقه نام داره. ما هر جا که رفتیم اگر برنج بخوایم بخریم میگن از قشلاق دارن خوب است که بسیار خوب. مردم نام میگیره میفروشن خوب میخرن. مثلا خوب است یعنی من تا نامش شنیدم اونم کم میبره برنج داره، اینا برنجش
یکی غریب کارش یکی خواهیم دهقانکاری هم اجاره بگیره غریب کارش برین گفته خودش میموره پایسه بود میخرین پای کردن پای برابر اینا با خودتون میخرین بله خواه من گفتم داینگمون میخرین خودم میخرم چند میده یک سر 30 تا یک سر 30 روپیه یک سر خوب بای کردی 90 روپیه دیگه خرید خودش دیگه نیست اینی خریداران سابق هست ما مسئله بازار است میفهمیم که بسیار خرید کنا پشکای کنا سکلای کنا پتریا کنا داره بیاره میگیره مایه دار شوی واصله میکنه این از کجا آوردین؟ این از انقلا از انقلا؟ خانه کجاست؟ خانه بغلان بغلان باز کاروبار خوب است؟ خوب است این فکر میکنم در این پلاستیکا میداده نه؟ این کنه و سکل کنه و چیزای نابکارای خانه بکار میگیریم چیزای نابکار میگیرین چیزای بکاری میتین باز البته فروشات خوب است ان شاء الله مردم میخرن خوب است خدا را شکر راضی هستیم یک چیز البته میبونه